تجمعمون رو شروع میکنیم. هرچند تعدادمون زیاد نیست ولی آن چیزی که بهش باور داریم، نه به جنگ تروریست‌ها علیه جمهوری اسلامی و علیه دولت فاشیست اسرائیل، امروز ما اینجا جمع شدیم مانیفستی علیه جنگ داشته باشیم. خواهان توقف فوری جنگ تروریست‌ها هستیم که زندگی مردم رو به گرو گرفته. هستند نیروهایی که در این مبارزه در کنار جمهوری اسلامی میستند و هستند نیروهایی که در این جنگ در کنار دولت فاشیست اسرائیل میستند. ما در کنار مردمی میستیم که زندگیشون رو جنگ دولت‌های تروریستی جمهوری اسلامی و دولت فاشیست اسرائیل به گرو گرفته است. Det finns olika intressenter som försöker framföra olika budskap. Vi som har samlats här idag är mot terroristernas krig, deras syften och deras försök att göra livet surt för tusentals människor både i Iran och Israel. Islamiska regimen som naveln av islamiska terrorismen i hela Mellanöstern tillsammans med den fascistiska regimen i Israel med folkrensning och krig i hela Mellanöstern försöker diktera sina ordning på samhällen där tusentals liv har gått förlorade. Israeliska fascistiska regimens bombningar i Iran har krävt hundratals offer redan nu. انگار یه چیزی توی دل همه ما شکست. یه دختر بیگناه فقط به خاطر اینکه موهاش بیرون بود توی دستای گشت ارشاد کشته شد، خیلی راحت. و بعدش چی شد؟ مردم اومدن توی خیابون، زنها، مردها، جوانها، پیرها همه داد زدن. زن، زندگی، آزادی. نه به جنگ و جنایت. ما خواهان صلح و عدالت هستیم. ما جنگ تحمیلی و غیرقانونی اسرائیل به مردم ایران با بهانه واهی اتمی شدن ایران و کشتار مردم بیگناه و به نابودی کشاندن زیرساخت‌های جامعه و تسلیم و سرسپردگی و به سرکردگی آمریکا 9 روز پیش استارت خورد. این جنگ تا به حال جان صدها و یا هزاران نفر را که رسما اعلام نمی شود را گرفته. شهرها ویران، مردم آواره و بی سرپناه، ترس و ناامیدی، فقر و گرسنگی، همه اثرات وحشتناک این جنگ بین دولت‌های تروریست اسرائیل با همپیمانانش و رژیم اسلامی ایران است. این جنگ هیچ ارتباطی با موضوع اتمی ایران نداره، در حالی که اسرائیل هم یک کشور اتمیه، همچون تعداد دیگر از کشورهای امپریالیستی در این جهان بی‌رحم سرمایه‌داری‌ها. مردم ایران خواهان رژیم جنایتکار اسلامی در ایران توسط هیچ نیروی نظامی خارجی و جنگی ویران کننده نیستند. مشکل جمهوری ارتجاعی اسلامی را طبقه کارگر و مردم رنج‌دیده ایران با یک سرنگونی انقلابی محقق خواهند کرد و با توجیهات مضحک و دموکراسی ایران را همچون عراق، لیبی، سوریه و کشورهای دیگه قربانی خواست‌های استثماری و استعماری خود نکنید. امروز که جهان
با چالش‌های فراوانی روبروست. از تمامی مردم آزادی می‌خواهیم که هرچی سریعتر جلوی جنایات اسرائیل و همپیماناشو بگیرن تا از رنج و درد انسان‌های رنجیده و زخمی و ویرانی‌های بیشتر جلوگیری کنند. ما حملات نظامی به حریم کشورها و نقض قوانین بین‌المللی را محکوم می‌کنیم و خواهان صلح، آزادی و کلیه حقوق جمع‌شمول انسان هستیم. ما دولت فاشیست اسرائیل را که در طول حیاتش ناقض تمام قوانین بشر متمدن است را محکوم می‌کنیم و به همپیمانانش هشدار می‌دهیم که همدستی و شراکت آنها در جنایات اخیر در غزه، لبنان، سوریه را فراموش نخواهیم کرد. جمهوری ضد بشر اسلامی ایران و حکومت‌های جنایتکار اسلامی دیگر دستاورد بی‌نظیر غرب برای جلوگیری از پیشروی کمونیسم و عدالت‌خواهی در خاورمیانه بود که حالا اختلاف منافع میان آنها به چالش خطرناک در دنیای تکنولوژی و عروج قدرت‌های نظامی جدید شده است که جهان را به ورطه جنگی ویرانگر کشانده است. ما با جنگ، کشتار و نابودی زیرساخت‌های جهان متمدن مخالفیم و خواهان صلح، عدالت و برابری انسان‌ها هستیم. زنده باد صلح، زنده باد انسانیت. Samlat här, eller hos oss passerar. Vi är samlat här för att protestera mot den pågående konflikten mellan två terroristiska regimer. Den militära konflikten mellan de israeliska regeringen med samarbete med USA och den islamiska republiken är i grund och botten ett terroristkrig med reaktionella mål. Det som kallas den nya ordningen i Mellanöstern är den reaktionära som är målet för de två regeringarna. På ena sidan en fascistiska återuppbyggande av Mellanöstern vars blodiga föregångare ligger i folkmordet och kollektivkriget och bestraffningar av den palestinska folket i fördrivning av miljoner människor och dödandet av vanliga människor i Libanon och spridningen av terrorismen och militarismen i regionen i Iran i den syriska scenarion. Vi har sett den mest expansiva propaganda och fascistiska litteraturen i offentliga plattformen i media i syfte att införa en nya maktbalans i Mellanöstern. Detta har med hela det kriget som pågår i Mellanöstern idag. Parterna, både Israel, USA och Irans regim, är reaktionära och människofientliga. Vi är emot detta krig och vi är emot utvidgningen av militarismen och terrorismen. Vi är emot det reaktionära perspektivet också av den nya Mellanösterns ordningar. Vi är emot rörelsen av politiska islam och en aktiv kraft för att störta den islamiska regimen i Iran. Ur synvinkel, det är vårt mål, ett socialistiskt och fri Iran som försvarar människors säkerhet och liv. På grund av de möjligheter som kriget skapar för krafterna i den svarta scenarion är det vi starkt emot att detta reaktionära krig mot folket i Mellanöstern tar ett slut. Från och med idag, från och med denna stund och nu.
Våran paroller är detta. Stoppa kriget omedelbart. Vi är inte med. De som kommer att bli lidande, det är folket på båda sidorna. Detta krig är inte våran krig. Detta är krig som har mål att skapa nya ordning i regionen som ska främja USAs och dessa allierade för att ta mer makt från folket och erövra mer och mer de möjligheter som finns i regionen i Mellanöstern. Stoppa på en gång kriget. Kriget är inte mänskligt. Krig är inte mänskligt. Krig förnedra och få tis på folket. Tack för ordet. Stoppa kriget omedelbart! Stoppa kriget omedelbart! Nej till terrorstater-krig! Nej till terrorstater-krig! Nej till terrorstater-krig! Nej till terrorstater-krig! Vad vill vi ha? Stoppa kriget! Vad vill vi ha? Stoppa kriget! Vad vill vi ha? Stoppa kriget! När? Nu! När? این جنگ به طور فوری باید قطع بشه. قطع جنگ بیدرنگ، خونریزی بیدرنگ تمام کنی. شرم کنی از این همه خونی که میریزی، از این نسل کشی هایی که درا انداختی. اینطور نمیشه ادامه بدی. کارگران ازتان قبول نمی کنن، کارگران زحمتکشان ازتان قبول نمی کنن. این جنگ بزدیسمنا و متخاصمایی هستند که متخاصمای مرتجعی است که برای سود در پی امپراتوری میکوشه و کار میکنه برای امپراتوری، محور امپراتوری. از طرف دیگر اسرائیل برای کشورگشایی و سودداری در آینده تمام مرزها رو به هم زده و هیچ مشکلی هم نیست برایش که چطور نسل کشی میکنه، چطور جنایتشو، حرکت جنایتکارانشو پیش میبره. جمهوری اسلامی از اون روزی که به سر قدرت اومده کارگران و زحمتکشان ایرانی رو گوشت دم توپ کرده، چه از جنگ ایران و عراق، چه امروز و چه در زندان ها و اعدام کردن جوانان ایرانی. این هنر جمهوری اسلامی بوده که بالاخره این جنایت رو ادامه بده. ما باید ماهیت این جنگ رو برای مردم روشن کنیم. مردم بگیم که این جنگ شما نیست. هرچند جمهوری اسلامی اینقدر جنایت کرده که مردم توهم شاید داشته باشه به اسرائیل در جنایت میکنه. یعنی در اثر جنایت جمهوری اسلامی اسرائیل به نوعی مدرن داده میشه و قهرمان داستان میشه. در این رابطه جان زندانیان در خطر است. زندانیانی که بالاخره در بند هستند. جمهوری اسلامی این تاکتیک رو در ظرف این چند دهه که حاکم بوده همیشه ازش استفاده کرده. از بیرون خورده به سراغ زندانیان سیاسی که بی‌دفاع در زندان محفوظان رفته و اعدام کرده. قتل عام اینا رو چیز در دستور کار خودش داشت. جمهوری اسلامی که بالاخره با بحران‌های خیلی شدیدی دست و پنجه نرم میکنه و قادر به حلش نیست. شاید برای کوتاه مدت این جنگ نعمتی باشه برای جمهوری اسلامی که بالاخره جواب خواسته های مردم و مطالبات مردم رو نمیده. اینجا وظیفه کارگران و زحمتکشان این است تنها راهی که باید بپیمونن اتحاد، سازمانیابی و سازمانیافتگی است برای جواب دادن به این بحران. کارگران اینو میدونن، باید اقدام کنن برای سازمانیابی و سازماندهی خودشون در رابطه با ایستادگی کنن در مقابل این وضعیتی که پیش اومده.
این کارگران و زحمتکشان ایرانی هستن باید جمهوری اسلامی رو ساقط کنند، نه بم. آزادی برابری با بم نمیاد، آزادی و برابری با خشونت و سربریدن و خونریزی پیش نمیاد، فراهم نمیشه. آزادی و برابری با انقلاب و انقلاب کارگری و نجات تمام زحمتکشان در منطقه میتونه این فرصت رو فراهم کنه. درود بر شما که گوش دادی و منو متحمل کردید. زنده باد آزادی، برابری، زنده باد انقلاب کارگری.